بعد از اینکه دیدم چه غوغای آوارپن دو به پا کرده گفتم برم ببینم که یکی دیگه چه جوش و خروشی داره. راستش ته ذهنم میدونستم که فیلمسازا میخوان رو موج گدر و گدر دو سوار بشن. اینو از پرسنگا دورترم میشه فهمید. ولی این فیلم واقعا اون حال‌وها رو داره یا فقط یک کپی برداری از فرمولشه؟ بیا یک گپی با هم بزنیم. سلام، من امیدم و بازم قراره که با هم باشیم. داستان فیلم برمیگرده به سال 1947 و همون ماجرای تقسیم هند و پاکستان. این فیلم از روی نمایشنامه به نوشته اصغر وجاتا برداشته شده که اونم از روی رمان نوشته شده. داستان کاملا تو لاهور میگذره و همون روزای پرتنش تقسیم رو نشون میده. فیلم نشون میده که چطور بعضی از آدما از این آشفتگی سوء استفاده کردن. داستان حول خونه است تو لاهور که مال زن هندوه به بازی شبانه اعظمی. تو تقسیم این خونه میفته دست مرد مسلمونی سنی پاجی خودمون. از 10-15 دقیقه اول که بگذره فیلم دور همون خونه و آدماش میچرخه. خدا رو شکر شبانه اعظمی اینجا بیشتر تو فیلمه نسبت به آوارپن دو. اونجا فقط نقش کوتاه داشت ولی اینجا داستان حول محور شخصیت اون داره میچرخه. چیزی که برام جالب بود اینه که این فیلممون داستان تکراری هند و پاکستانه ولی خب بالاخره موضوع جدای هند و پاکستانه دیگه. پس این زاویه رو حتما میبینی. نشون دادنش بد نیست ولی بعضی جاها واقعا به زور به خوردت میدن. و یه چیز دیگه، کاستینگ دایرکتور این فیلم چجوری کاستینگ کرده. اول از همه ابیمانیو حسین که نقش پنجابی پاکستانی رو بازی میکنه. بازیگر خوبیه ولی نه پنجابی درست حرف میزنه نه اردو پاکستانی نه حتی هندی. یه چیزی بین اینا حرف میزنه که معلومه زبون حفظ کرده نه اینکه یاد گرفته باشه. دومی هم پسر سنی دیوله. ببین بعضی بازیگرا هستن که اسم پدر مادر معروفشون رو بالا میبرن ولی کرن دیول. اگه میتونستم مثل داداش بزرگتر چیزی بهش بگم اینه که هیچ وقت ریشتو نزن، بذار چند تا فیلم دیگه بازی کنی، تجربه جمع کنی، بعد برو سراغ فیلمای بزرگ. اینجا هم فقط به خاطر پدرش کاستش کردن. اینو که حس کردم. از همه بدتر اگه سکانس آخر رو کنار بذاری، سنی پاجی اصلا نقشش رو باورپذیر بازی نمیکنه. همه اطرافیانش لباس همون دوران رو پوشیدن ولی خودش نه. ببین من دارم از اون دوران حرف میزنم. امروز همه چی فرق کرده ولی اون موقع این شکلی نبود. سکانس آخر فیلم احساسی بود ولی بازم به زور میخواست بگه که هندی پاکستانی برادران رو میخواست این پیام بدن. این پیام بد نیست ولی جوری اجراش کردن که مصنوعی در اومده. به نظرم فیلم سازای بالیوودی دیگه بفهمن که این مدل فیلم دیگه جواب نمیده مگه اینکه ساختش واقعا درجه یک باشه. पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा. در کل فیلم بدی نیست. اگه از اون دسته آدمایی هستی که زود احساساتی میشی از این فیلم خوشت میاد. فیلم قدیمیه پس فیلم برداریش هم به سبک قدیمیه. موسیقی رحمان هم نتونسته فیلمو نجات بده. این خودش یه فاجعه است به نظرم. امروز مردم تو هند با اسم انورات تا سینما میرن ولی با اسم افسانه مثل رحمان بازم سانسای این فیلم خالیه. به هر حال فیلم کاملا خانوادگیه. اگه میخوای ببینی با همه خانواده میتونی ببینی. مخصوصا مامان بزرگا و عمه و خاله از این فیلم حتما خوششون میاد. ولی جایی که آوارپن داره سینما رو میخوره این فیلمی جایی نمیسته. نباید با اون رقابت میکرد. من به این فیلم 2.5 از 5 میدم. یه فیلم معمولیه. اگه فیلمو دیدی نظرتو تو کامنتا بگو. میبینم تو ویدیو بعدی. فعلا بای.